میخوام در قالب یه داستان ناهماهنگی شناختی رو برات تعریف کنم. یه روباهی بوده از داخل یه تاکستانی میگذشته. چشمش میخوره به انگورای شیرین و بنفش و خوشمزه. هوس میکنه که یه دونه از این انگورا رو بچینه و بخوره. اول تلاش میکنه قدش رو بلند میکنه، میبینه قدش به انگورا نمیرسه. میپره، میبینه بازم قدش به انگورا نمیرسه. یه دورخیز میکنه و با تمام توانی که تو بدنشه به سمت انگورا میپره و بازم قدش به انگورا نمیرسه و به شدت میخوره زمین. بعد برمیگرده به خودش میگه که این انگورا اصلا به نظر ترش و بدمزه میگن، من چرا باید برای این انگورا تلاش کنم؟ و راهشو میگیره و میره به سمت جنگل. توی این مثال 3 روش مختلف و 3 رویکرد مختلف بوده که روباه میتونسته انتخابشون کنه. رویکرد اول اینه که بپذیره که نمیتونه به اون انگورا برسه و توانایی لازم رو برای انجام این کار نداره. رویکرد دوم بوده که حداقل کمک بگیره یا به هر قیمتی که شده تلاش کنه که به انگورا برسه. و رویکرد سوم که اکثر آدما انتخابش میکنن اینه که بیاد اون اتفاق رو هر جوری که خودش دلش میخواد تعبیر کنه تا از اون بار انرژی روانی منفیش کم بشه و یه جوری خودش رو متقاعد میکنه. اکثر ما آدم‌ها توی موقعیت‌های مختلف زندگیمون سعی میکنیم رویکرد سوم رو اتخاذ کنیم. بهش میگن ناهماهنگی شناختی. اما یه مسئله اینجا وجود داره که ماها هر چقدر که توی زندگیمون دلمون بخواد میتونیم نقش اون روباه رو بازی کنیم. اما یه چیز رو باید یادمون باشه که با این روش هیچ وقت قرار نیست که دستمون به اون انگورا برسه.